پرونده شماره 2 چنل مربوط میشه به دختری که ادعا میکنه بیش از 6 شیطان تو بدنش زندگی میکنن. از لوسیفر بگیر تا هیتلر. دختری که بیش از 67 بار جنگیری شده و در آخر هم میمیره. حالا سوال اصلی اینه که آیا واقعا این دختر تسخیر شده بود یا یه بیمار روانی بود که قربانی کلیسا شد؟ امروز قراره این داستان رو براتون به طور کامل بگم. همراه من باش. بخش اول، آغاز تسخیر. آنالیز میشل، یه دختر آلمانی با ظاهر خیلی آروم و ایمانی قوی. اون تو سال 1952 توی کشور آلمان به دنیا اومد. ولی از 16 سالگی بود که اتفاقات عجیبی رو تجربه کرد. تشنج، خوابهای عجیب و غریب، فلج شدن شبانه و موجوداتی که صداشون رو دائما میشنید. خانواده‌اش وحشت میکنن، اونو پیش دکترا میبرن. پزشکا هم گفتن یه مدل سر داره به اسم صرع لوب گیجگاهی که این بیماری باعث توهم، گیجی و حرکات غیر ارادی شده. یه سری دارو هم براش تجویز کردن که هیچ کدوم جواب نداد. آنالیزه میگفت شبها شیطان میاد لب تختش میسته و اون رو نگاه میکنه. از اون طرف مادرش هم که یه آدم خیلی مذهبی بود شروع به شک کردن کرد. آیا واقعا دختر من بیماره یا نه، یا قضیه چیز دیگه ایه؟ بخش دوم داستان، علائم غیر قابل توضیح. سالها گذشت. آنالیزه بهتر که نمیشد هیچی، بدترم میشد. رفتاراش دیگه واقعا ترسناک شده بود. غذا نمیخورد، خودش رو دائما زخمی میکرد، هر از گاهی شروع به جیغ زدن میکرد و از صلیب هم تنفر داشت. 2 مثال براتون بزنم. یه بار با گچ و زغال تمام خونشون رو خط خطی کرده بود. یه بار دیگه هم گربهشون رو خفه کرد. پزشکا هم دیگه درمونده شده بودن، هر سری یه تجویزی براش میکردن. اون اواخر میگفتن که اسکیزوفرنی داره. اما خود آنالیزه در مورد خودش میگفت که درون من شیطان زندگی میکنه و اجازه نمیده که دعا بکنم. بخش سوم، شروع جنگیری. نگه داشتن همچین دختری دیگه واقعا کار نشدنی شده بود. پدر و مادرش تصمیم میگیرن که این بار به جای دکترا از کلیسا کمک بگیرن. یک کشیش به اسم ارنست آلت وقتی که صدای آنالیزه رو شنید همون لحظه گفت که این بیماری نیست، این یک تسخیره. از اون طرف هم کلیسا به طور رسمی اجازه مراسم جنگیری رو داد. 67 بار، تأکید میکنم 67 بار تمام کشیشا تلاش خودشون رو کردن تا این دیو رو از بدن آنالیزه در بیارن. کشیش ها میگفتن که 6 تا روح پلید درون بدن آنالیزه زندگی میکنه که هر سری با یه مدل از این روح ها طرف میشن. هر کدوم صداهای مختلفی هم دارن. حتی الان میخوام اسمای این روح ها رو من بهتون بگم: لوسیفر، قابیل، نرون، یهودا، هیتلر و یک کشیش بدکاره. بخش چهارم، مرگ، دادگاه و شک. تو تابستون سال 1976 آنالیزه میشل درگذشت. اون فقط 23 سال داشت. وزنش شده بود 30 کیلو. تمام پوستش زخمی شده بود. زانوهاش شکسته بود و بدنش از شدت گرسنگی، چون غذا نمیخورد، تحلیل رفته بود. جالبیش اینجاست که پزشکی قانونی علت مرگش رو سوء تغذیه نوشته بود. نکته جالب داستان آنالیزه این بود که خانواده و 2 تا از کشیشا به جرم قتل غیر عمد محاکمه شدن. کلیسا هم خودشو کنار کشید. دادگاه میگفتش که اونها اومدن داروها رو برای آنالیزه قطع کردن و باعث مرگش شدن. بخش پنجم،
واقعی یا ساختگی. در طول دادگاه صدای ضبط شده مراسم جنگیری آنالیزه رو به عنوان یک مدرک پخش کردن. یه سری صداهای چنگانه که هر کدوم به یه زبون و تون صدایی خاص حرف می زدن. کلی جیغ هم توی این صداها وجود داشت. این صداها همشون داشتن یه حرف می زدن: من لوسیفرم. اما عده‌ای می گفتن تمام این صداها ساختگی بوده و برای محاکمه نشدن بود. یه عده معتقدن این مدرک واقعی ترین چیزی بوده که از یه مراسم جنگیری تو اون زمانها دیدن. نظر شما راجع به این داستان چیه؟ اما حالا بریم فیلمی رو بهتون معرفی کنم که بر اساس این داستان ساخته شده. میرسیم به فیلم جنگیری امیلی روز، محصول 2005 تو ژانر ترسناک روانشناسی. تو این فیلم جنیفر کارپنتر بدون داشتن هیچ بدل و جلوه های ویژه‌ای با بدن خودش تمام نقش ها رو بازی میکنه و کلی از سکانس های دادگاه این فیلم بر اساس دادگاه واقعی آنالیزه ضبط شده. نظرتون رو راجع به این ویدیو حتما توی کامنت ها بهم بگید. ویدیو اول چنل هم حتما برید و بهش سر بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید که کلی ویدیوهای این چنینی از داستانهای واقعی فیلم ها تو راهه. لایک ویدیو رو هم برای حمایت از من بزنید تا یه ویدیوی دیگه و یه داستان واقعی و ترسناک دیگه. بدرود.